با مقصد اجرای دستور نوبتی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت تامین منتظم اهالی و کارخانه‌های جمهوری با نیروی برق، صرفه سرشته‌کاری، پیشگیری تلفات و دزدی نیروی برق در ناحیه شهرینو گروه‌های کاری با صلاحیت تأسیس داده شده با اصول خانه به خانه و محله به محله با شهروندان، کارمندان اداره و کارخانه‌ها و تشکیلات و مؤسسه‌ها نوابسته از شکل مالکیتشان واخوری نموده محتوای تغییرات به قانونگذاری ساحه انرژتیکای کشور از جمله علاوه به کدکس جنایتی و کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان را به معلومات ساکنان رسانیده ایستادند. در حقیقت مشاهده ها نشان می‌دهد که تلفات برق بسیارتر از کارخانه تشکیلات و اهالی و این راه دزدی برق وجود دارد که این بیهوده نیست که تغییرات دارد. چند قدر اگر تلفات برق کم شود این همون قدر به منفعت خلق که در دوره تیرماه زمستان از برق دائمی استفاده میبرد. مطابق تغییر و علاوه‌های جاری گردیده در کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای ویران کردن قاعده و معیارهای استفاده قوه برق وابسته به نمود حالت‌های آشکار شده با جریمه به اندازه تا 1200 نشان دهنده و یا محروم ساختن از آزادی به مهلت تا 10 سال جزا داده می شود. ضمن واخوری‌ها به ساکنان فهمانیده شد که هر یک استفاده برنده نیروی برق را ضرور است تا در پرداخت مبلغ استفاده آن به ترتیب درآوردن حجتگزاری رسمی حسابکنک‌های برقی سهلنگاری نکنند و به حالت‌های دزدی برق راه ندهند. زیرا هدف اساسی جاری نمودن چنین تغییرات به بهتر گردانیدن سطح و صفت زندگی ساکنان، به کار انداختن کارخانه‌های نوی صنعتی و به طور دائمی تامین نمودن مملکت با قوه برق روانه گردیده شده است. از شهروندان خواهش داریم که مقصد همین سوکنک‌های برقی را بیرون برورن، برقکارو میان یاردمشون میکنن گرفته بیرون میبرن، همیدا مونگی نکنن و دستگیری کنن. مقصد بعضی حالت‌ها میشه که شهروندان در خانه نیستن، نظارتچی برق سوکنک برقی را دیدن میتونه بعد همین به تلفات بردن میرسونن. بیرون بروری همین سوکنک‌های برقی به ما هم یاردم میشه که در وقت ثباتی نظارتچی برق اومده سوکنک برقی را دیده در حساب میکنه، در داخل باشه مدت کمتر مونگی میکنه. استفاده درست صرفه‌کارانه قوه برق به اقتصادیات هر یک عائله منفعت آور بوده در برابر این جهت سهمگذاری در رشد و پیشرفت مملکت تاثیر مثبت میرساند. از طرف مردم صرفه‌کارانه استفاده بریم برق، چون که ما به استقلالیت انرژتیک رسیدنمان ما همچون شهروند همین جمهوری باید سهم خودمان را به همین مملکت خودمان رسانیم. مورد به ذکر است که با مقصد رسیدن به استقلال انرژتیکی و در این زمینه تامین نمودن رشد استوار اقتصادی ملی از جانب حکومت مملکت با استفاده از همه امکانات و سرچشمه‌های موجوده، خصوصا منبع‌های رشد انرژی سبز، منتظم چاره‌های مؤثر اندیشیده می شود. پس هر یک شهروند مملکت امروز باید درک کند که کار و فعالیت هر روزه بدون قوه برق امکان ناپذیر است. از این رو چی در کارگاه و چی در خانه با این نعمت ارزشمند مناسبت خاص داشته باشیم تا به قدر زحمت‌های شبانه روزی برق آفران ملت برسیم.